چند روز پیش رهبر انقلاب یه سخنرانی کرد و توی اون برگشت گفتش که صلح امام حسن با معاویه یه صلح تاکتیکی بوده. اما صلح تاکتیکی یعنی چی؟ و چرا توی این مقطع و این زمان دارای اهمیته؟ یادتون باشه سال 95 زمانی که قرار بود برجام امضا بشه، از طرف طیف محافظه‌کار و گروه‌های فشار اونها فشار داشت وارد میشد که برجام امضا نشه. در همون زمان هم آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب اومد و این سخنرانی کرد و توی اون برگشت به صلح امام حسن با معاویه اشاره کرد و اصطلاحی رو به کار برد که بعداً مشهور به روش نرمش قهرمانانه شد، به این معنای این که در برابر دشمن زمانی که امکان جنگیدن مستقیم رو نداری نرمش قهرمانانه میکنی. اون سخنرانی از این نظر مهم بود که باعث شد فشار روی تیم مذاکره کننده کاهش پیدا کنه و گروه‌های مختلفی که خیلی وامدار اون گروه اقلیت تندرو نیستن همراه بشن با برجام و این شانس رو فراهم بیاره که اون توافق به نتیجه برسه. اما صلح تاکتیکی یعنی چی و منظورش چیه و چه پیامی رو داره منتقل میکنه به نیروهای محافظه‌کار و گروه‌های فشارشون درون کشور؟ بذارید دو تا مثال از توی تاریخ معاصر کشور خودمون و در مورد جنگ ایران و عراق براتون بزنم. زمانی که جنگ ایران و عراق در حال وقوعه، بعد از اینکه جمهوری اسلامی ایران موفق میشه خرمشهر رو بازپسگیری کنه، عراق میاد و از طریق کانال‌های مختلف پیامی میفرسته و پیشنهاد آتش بس میده. این آتش بس از سوی ایران رد میشه و استدلال اینه که این صلح صلح تاکتیکیه. صلح تاکتیکی یعنی چی؟ یعنی این که الان اون موقعیت تهاجمی یا نیرویی که در قدرت دچار مشکل شده نیازمند یک فرصت تنفس مجدده تا بتونه قوای خودش رو باز پیدا کنه و بتونه به نبرد خودش ادامه بده. به همین دلیل اون پیشنهاد از سمت ایران رد میشه و مشابه اون وقتی که ایران قطعنامه رو در پایان جنگ میپذیره، بسیاری از فرماندهان پیش رهبر وقت انقلاب میرن و به ایشون میگن ما آماده هستیم که چندین ماه بعد دوباره عملیات رو شروع کنیم، که ایشون برمیگرده و به این نیروها میگه که صلح ما و عراق قرار نیست یه صلح تاکتیکی باشه، قراره یه صلح واقعی و دائم باشه. پس به طور کلی صلح تاکتیکی به معنای صلحیه که توی اون یک لحاظ تاکتیکی مثل فوتبال که یه تاکتیکی میشینن ولی یه هدف دیگه ای تو ذهن دارن، قراره به صورت موقت یا پاره وقت یا به صورت این که قطعی هنوز نیست، بلکه باید ببینیم شرایط به چه صورتی پیش میاد، یک توافق صورت بدیم، یک مذاکره رو به نتیجه برسونیم تا بعدش ببینیم که چی کار میخوایم کنیم. میشه با کنار هم گذاشتن قطعات این پازل و تصور این که این پیام هایی که داره بین رهبران رد و بدل میشه یه نتیجه بگیریم که به احتمال زیاد برآیند تصمیم گیری امروز مقامات دوتا کشور اینه که یک توافق در سطح و سطوحی باید انجام بشه. از یه طرف برای جمهوری اسلامی باعث کاهش فشارهای خارجی میشه که بزرگترین فشارش تأثیریه که به نیروهای داخلی و معترضین داخلی داره، این خطر رو رفع میکنه. و از طرف دیگه دولت ترامپ برای شخص ترامپ این پیروزی رو به ارمغان میاره که شاید بتونه نامزد برنده شدن جایزه صلح نوبل بشه. یکی از بزرگترین آرزوهایی که دولت ترامپ و شخص ترامپ داره و میشه به نوعی به صورت یک دیدگاه یک بازی برد بهش نگاه کرد. اما از طرف دیگه این پیام رهبر انقلاب این موضوع رو داره به طرف مقابل میرسونه که اگر مثل سال 95 شما بخواید یه توافق کنید و توافق خارج بشید و ما رو توی شرایط دشوار قرار بدید، اون کسی که آمادگی این رو از قبل داره و به این به عنوان یک صلح تاکتیکی داره نگاه میکنه ما هستیم، نه شما. ممنون.